شرکت هواپیمایی معروف تاجیکستان سامان ایر بنابر اینکه نتوانست مسافرانش را سری وقت به منزل برساند از مسافران بخشش خواست و یکی از مسئولان انیقترش مسئول بخش رابطه با مسافرانش را از وظیفه‌ای که داشت به سطح پایان‌تر آورد و همچنین اون اعتراف کرد که واقعا این اشتباهی که در خط پروازها صورت گرفت با اشتباه این یعنی شرکت هواپیمایی صورت گرفته است. روز 14 ژانویه شرکت هواپیمایی سامان ایر باید بر روی خط سیر دوشنبه خوجند در ساعت 6 بیگاه پرواز میکرد، اما متاسفانه بنابر تغییرات در خط پرواز نتوانست برخی از مسافرانش را آگاه کند و 10 نفر همچنان در فرودگاه و در جای دیگر ماندند و نتوانستند که به منزلشان برسند. شرکت هواپیمایی سامان ایر از این حالت خیلی هم متاسف است و با اظهار تاسف از مسافران در روزهای بعدی این 10 نفر را به منزلشان رایگان برسانید. باید ذکر کرد که در قاعده های تنظیم کننده بین المللی مسافرکشانی هوایی وظیفه های شرکت هواپیمایی در مورد تغییر وقت پرواز که به آن حق دارد مشخص کرده نشده است. در تجربه جهانی مسافرکشانی هوایی نظام آور بوکینگ فروش به حد زیاد استفاده می شود. این فروش حد اقل زیاد بلیط برای هواپیما در خط سیر دقیق می باشد. ضمناً حقوق استفاده از این نظام قاعده های قبول شده سازمان بین المللی مسافرکشانی هوایی می باشد. در این قاعده ذکر شده است که وقت پرواز در بلیط و نقشه پروازها حتمی نمی باشند. در مورد سامان ایر مشکل آور بوکینگ مشاهده نشده است و همه دردسرها به سر وقت آگاهی ندادن مسافران مربوط بود. در سامانه شرکت هوایی ذکر شده است که سامان ایر نخستین شرکت هوایی در تاجیکستان است و سومین شرکت در آسیای میانه می باشد که سند عضو فخری در این سازمان را گرفته است. این در حالی است که شرکت های هوایی تاجیکی سامان ایر و تاجیک ایر در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در 2 سال اخیر بارها مورد انتقاد شدید مسافران ناراضی قرار گرفته، حتی به لحن ملی سزاوار لقب‌های توهین آمیز هم شده‌اند. معمولا مسافران در تاجیکستان در نسبت شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان هم سامان ایر و هم تاجیک ایر در مورد تأخیر در پروازهای آنها شکایت می‌کردند، اما این نوبت بار اول است که سامان ایر 1 ساعت پیش یعنی پرواز نمود و مسافرانش را به جای گذاشت. میرزا نبی خالق‌زاد، شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.